الرحیم. کسانی که تنگی نفس یا عفونت ریه داره کروسی یا گوچیه بکشند و محتویاتی ایشی بی که وقت لوته بگرادنتی پیماز، سیر، زرچوبه، دارچین، زنجبیل، فلفل سیاه، گهنیز ترین، خشکین، زیرک، ازگین مانی کنن تو ایشی شهر بگرادن لحری بدن و این غذایی که ما پنکورتشی کروسی خاصیت کروس خشک و گرمه ولی به معتدلی نزدیکه. کروسی هم خواص خیلی زیاده من جمله برای تقویت قلب خیلی مفیده، برای سلامتی رگها خیلی مفیده، ارزم که خدمت شما برای ریه هم خیلی مفیده، سرشار از ویتامین های دی، ویتامین سی، B6 B12 هم هستین و کسانی که بیماری صفراوی دارن تبر و همچنین دفع کننده سوداین و بالاخص کسانی که بسلا چوک نبی اولاد نبی مرتب کروس بکشن بورم و ضمن گوشو که این غذای گو تیموش یا گو لواش بود می چیه تیموشی